کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو، زاده 5 فوریه 1985، بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که برای تیم ملی پرتغال و باشگاه النصر عربستان به عنوان کاپیتان و در پست مهاجم بازی می‌کند. او اغلب به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تمام دوران شناخته می‌شود. او فوتبال حرفه‌ای را در رده بزرگسالان در اسپورتینگ آغاز کرد. در سال 2003 و در 18 سالگی به منچستر یونایتد پیوست و در اولین فصلش در این تیم قهرمان جام حذفی انگلستان شد. او در ادامه با این تیم در 3 فصل متوالی قهرمانی لیگ برتر، سپس لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد و در 23 سالگی برنده اولین توپ طلایش شد. رونالدو در هنگام انتقال 94 میلیون یورویی به رئال مادرید در سال 2009 به گران قیمت‌ترین بازیکن فوتبال در آن زمان تبدیل شد. او در رئال 15 جام کسب کرد که شامل 2 لالیگا، 2 کوپا دل ری و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا بود و به بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید نیز تبدیل شد. او 4 بار دیگر در سالهای 2013، 2014 و همچنین در سالهای 2016 و 2017 برنده توپ طلا شد و 3 بار پشت سر رقیبش لیونل مسی قرار گرفت. در سال 2018 رونالدو با مبلغ 100 میلیون یورو از رئال مادرید به یوونتوس پیوست که او را به گران قیمت‌ترین بازیکن در لیگ ایتالیا و همچنین گران قیمت‌ترین بازیکن بالای 30 سال در دنیا تبدیل کرد. او همراه با این تیم 2 قهرمانی سری آ، 1 قهرمانی کوپا ایتالیا و 2 قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا را کسب کرد. در سال 2021 به منچستر یونایتد بازگشت و در سال 2022 از این تیم جدا شد. پس از فسخ قراردادش با این باشگاه در سال 2023 با النصر قرارداد امضا کرد. رونالدو در سال 2003 و در 18 سالگی برای اولین بار برای تیم ملی بزرگسالان پرتغال به میدان رفت و تاکنون با بیش از 190 بازی بیشترین بازی را به عنوان یک بازیکن برای پرتغال انجام داده و همچنین با به ثمر رساندن بیش از 100 گل ملی بهترین گلزن تاریخ کشورش است. او تاکنون در 11 تورنمنت بزرگ برای پرتغال به میدان رفته و در آنها گلزنی کرده است. رونالدو اولین گل ملی‌اش را در یورو 2004 به ثمر رساند و تا رسیدن پرتغال به فینال نقش موثری داشت. از ژوئیه 2008 او کاپیتانی تیم ملی پرتغال را بر عهده دارد. در سال 2015 رونالدو از سوی فدراسیون فوتبال پرتغال به عنوان برترین بازیکن تاریخ این کشور انتخاب شد. سال بعد در یورو 2016 او پرتغال را به اولین عنوان قهرمانی در یک تورنمنت بزرگ رساند و کفش نقره‌ای مسابقات را دریافت کرد. او همچنین با پرتغال در لیگ ملت‌های اروپای 2019 قهرمان شد و جایزه بهترین بازیکن مرحله نهایی را نیز کسب کرد و بعداً کفش طلایی یورو 2020 را گرفت. رونالدو یکی از مشهورترین و ثروتمندترین ورزشکاران در جهان است. رونالدو در کودکی از سال 1992 تا 1995 برای آندرونیتا بازی کرد که در آنجا پدرش مدیر تدارکات بود و بعداً 2 سال را با باشگاه ناسیونال گذراند. در سال 1997 او در 12 سالگی برای آزمونی 3 روزه به اسپورتینگ رفت و مدتی بعد قراردادی به مبلغ 1500 پوند امضا کرد. او سپس از مادیرا به آلکوچاچی در نزدیکی لیسبون نقل مکان کرد تا به آکادمی جوانان اسپورتینگ بپیوندد. در 14 سالگی او معتقد بود که توانایی بازی کردن به صورت نیمه حرفه‌ای را دارد و مادرش موافقت کرد که تحصیلات خود را متوقف کند و کاملا روی فوتبال تمرکز کند. رونالدو به عنوان یک دانش آموز زندگی پردردسری داشت. او با اقامت در منطقه لیسبون به دور از خانواده نتوانست تحصیلات خود را بیشتر از کلاس 6 ادامه دهد. او در بین دانش آموزان مدرسه محبوب بود. با این حال پس از پرتاب صندلی به سمت معلمش که به گفته او به او بی احترامی کرده بود اخراج شد. 1 سال بعد تشخیص داده شد که او مبتلا به تاکیکاردی است، شرایطی که ممکن بود او را مجبور به ترک فوتبال کند. رونالدو تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت که در آن از لیزر برای سوزاندن چندین مسیر قلبی به یک مسیر استفاده شده و میزان تپش قلب در حال استراحت او را تغییر داد. او ساعتی پس از عمل از بیمارستان مرخص شد و چند روز بعد تمرینات خود را از سر گرفت. از زندگی شخصی رونالدو باید بگوییم که او یک مسیحی کاتولیک است.
پدر رونالدو به دلیل بیماری کبد ناشی از اعتیاد به الکل در سپتامبر 2005 و زمانی که رونالدو 20 سال داشت درگذشت. رونالدو اعلام کرده که الکل مصرف نمی‌کند و به دلیل افترا از سوی روزنامه دیلی میرور مبنی بر مصرف زیاد الکل در یک باشگاه شبانه هنگام بهبودی مسمومیتش در ژوئیه 2008 از آنها خسارت دریافت کرد. او همچنین هیچ خالکوبی ندارد زیرا به طور مرتب خون و مغز و استخوان اهدا می‌کند. رونالدو 5 فرزند دارد. اولین فرزندش پسر در 17 ژوئیه 2010 در ایالات متحده به دنیا آمد و رونالدو اعلام کرد که حضانت کامل وی در اختیار اوست. رونالدو هرگز به صورت عمومی هویت مادر پسرش را فاش نکرد. رونالدو در سال 2010 رابطه ای را با ایرینا شایک آغاز کرد. آنها در ژانویه 2015 به رابطه خود پایان دادند. در 8 ژوئن 2017 دو قلوهای دختر پسر رونالدو از طریق رحم اجاره‌ای به دنیا آمدند. چهارمین فرزند او که دختر است از رابطه با جورجینا رودریگز مدل اسپانیایی متولد آرژانتین در نوامبر 2017 به دنیا آمد و این زوج همچنان با هم در رابطه هستند. آنها انتظار داشتند دومین جفت دو قلوی خانواده را در سال 2022 به دنیا بیاورند. اما قول پسر در هنگام زایمان فوت کرد و فقط قول دختر زنده ماند. در ژانویه 2023 پس از اینکه رونالدو به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی نقل مکان کرد، حاکمان پادشاهی عربستان رونالدو را از این قاعده که زوجهای مجرد اجازه زندگی مشترک در عربستان سعودی را ندارند مستثنی کردند. یک وکیل سعودی که نامش فاش نشده است به خبرگزاری اسپانیایی افه گفت که قوانین پادشاهی هنوز هم زندگی مشترک بدون قرارداد ازدواج را ممنوع می‌کند. اما مقامات سعودی شروع کردند که چشمان خود را ببندند و از پیگرد قانونی افرادی مشخص دست بردارند. در سال 2005 رونالدو به اتهام تجاوز جنسی به زنی در هتلی در لندن بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد. رونالدو این اتهام را تکذیب کرد و پس از چند روز با وجود منصرف شدن این زن از ادعای خود او در اسکاتلند یارد به دلیل ناکافی بودن مدارک نیز از این اتهام تبرئه شد. رونالدو در بیانیه اعلام کرد: من همیشه قویاً بر بیگناهیم تاکید داشتم و خوشحالم که این ماجرا به پایان رسید تا بتوانم روی بازی کردن در منچستر یونایتد تمرکز کنم. در آوریل 2017 گزارش شد که رونالدو توسط اداره پلیس لاس وگاس به دلیل ادعای زنی مبنی بر اینکه در سال 2009 به او تجاوز کرده تحت بازجویی قرار گرفته است. اسناد تایید شده توسط وکلای رونالدو نشان میداد که او $375,000 آمریکا به یک زن در یک توافقنامه عدم افشای اطلاعات پرداخت کرده است. در ژوئیه 2019 دادستان‌های لاس وگاس گفتند که رونالدو را به اتهام تجاوز جنسی متهم نمی‌کنند. این بیانیه می‌افزاید: بر اساس بررسی اطلاعات در حال حاضر اتهام تجاوز جنسی علیه کریستیانو رونالدو را نمی‌توان فراتر از یک شک معقول اثبات کرد. این زن دوباره تلاش کرد که پرونده را در نوادا بازگشایی و رونالدو را متهم کند. اما در ژوئن 2022 در نهایت این شکایت با یک حکم قطعی در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه نوادا رد شد. از فعالیت‌های بشردوستانه رونالدو این گونه میتوان گفت که وی در دوران حرفه‌ای خود کمک‌های خیرخواهانه مختلفی کرده است. تصاویر تلویزیونی از زمین لرزه و سونامی اقیانوس هند در سال 2004 پسر بچه 8 ساله را به نام مارتینز با پیراهن تیم ملی پرتغال نشان داد که پس از کشته شدن خانواده‌اش به مدت 19 روز سرگردان بود. پس از آن رونالدو از آچه در اندونزی به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مرمت و بازسازی خسارات بازدید کرد. رونالدو پس از گرفتن خساراتی فاش نشده از یک پرونده افترا از روزنامه سان در سال 2008 آن مبلغ را به یک مؤسسه خیریه در مادیرا اهدا کرد. در سال 2009 رونالدو 100,000 پوند به بیمارستانی که جان مادرش را در مادیرا پس از مبارزه با سرطان نجات داد اهدا کرد تا آنها بتوانند یک مرکز درمانی سرطان در جزیره بسازند. در حمایت از قربانیان سیل مادیرا در سال 2010 رونالدو قول داد که در یک مسابقه خیریه در مادیرا بین باشگاه پورتو و بازیکنان باشگاه‌های مارتیمو و ناسیونال شرکت کند.
در سال 2012 رونالدو و مدیر برنامه‌اش هزینه درمان تخصصی یک پسر 9 ساله مبتلا به سرطانی ظاهراً لاعلاج را پرداخت کردند. در دسامبر 2012 رونالدو به یک برنامه سلامتی ارائه شده توسط فیفا پیوست تا آگاهی کودکان را در مورد چگونگی دوری از شرایطی مانند اعتیاد به مواد مخدر، HIV، مالاریا و چاقی افزایش داد. در ژانویه 2013 رونالدو به عنوان یکی از سفیران صندوق نجات کودکان انتخاب شد، سازمانی که امیدوار است بتواند به مبارزه با گرسنگی و چاقی کودکان کمک کند. در سال 2013 رونالدو موافقت کرد که سفیر انجمن مراقبت از مانگرو در اندونزی باشد. در مارس 2013 رونالدو موافقت کرد که سفیر انجمن مراقبت از مانگرو در اندونزی باشد، سازمانی که هدف آن افزایش آگاهی در مورد حفاظت از مانگرو است. رونالدو در سال 2015 پس از اهدای 5 میلیون پوند به کمک‌های امدادی در زلزله نپال به عنوان سخاوتمندترین ورزشکار جهان انتخاب شد. در ژوئن 2016 رونالدو کل پاداش 600,000 یورویی خود را پس از قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا اهدا کرد. ماه اوت همان سال در اقدامی خیرخواهانه دیگری یک اپلیکیشن سلفی برای کمک به نجات کودکان راه اندازی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد با او در لباس و ژست‌های مختلفی سلفی بگیرند.